دوستان سلام. دوستان یه تیکه زمینی دارم 7 هکتاره. خدا وکیلی همینه، داراییم و خرج مخارجمون همینه. 2 خانواده ایم، 7-8 نفریم. خب الان امروز صبح اومدم دیدم، نمیدونم این جریانش چیه، از سرماست یا که هرچی چیزیه. اصلا اول صبحی دیدمش خیلی حالم بد شد. خدا وکیلی داراییم همینه. خدا وکیلی اینم دیگه از دست بدم دیگه هیچ. با ویلاس ببینید چطوری چیز شده. ای کسی بتونه یکم راهنمایی بکنه ببینیم مشکلش چیه، ممنون میشم. مرسی.